یه مبحثی مربوط به امام زمان بود، یه مبحثی مربوط به عاشورا بود. من یواشکی بهتون میگم، به کسی هم نگید اینا رو، میگیرنتون خدایی. اول باید بگیم تثبت العرش ثمن باش. اگر امام زمان بیاد حکومت فلان، من طلبه نباید به اگر و مگرها ورود پیدا بکنم. بگم امام زمان داره میاد، اما ثم ما چه کردیم الان؟ امام زمان یک آمادگی میخواد از ما سربازان امام زمان. البته من خودم قاطی شما نکنم که من اصلا خجالت میشم خودم سرباز امام زمان بدونم، برام شما یقینا سرباز امام زمان هستید، از اون سر دنیا اومدید، تو این سر دنیا دارید آموزش دین دارین و برای انفجار مسائل دینی میخواین خروج پیدا بکنید و از افتخارات ما شما طلبه های پاکستان هستید و بنده به جد عرض میکنم به وجود تک و تکتون بنده خودم شخصا افتخار میکنم، هر کجا میبینم دعا میکنم در حق شما، چون شمایید که صادر کننده انقلاب اسلامی و احکام دینی در منطقه خودتون هستید. اینجا جمع‌آوری دینی میکنید، اونجا انتشار میدید. اینی که میگن چه میکند مهدوی کیا اینجاست. این کار خوبیه. ما طلبه ها همین که این دور گرد همایی داریم، یک نوع خودش آمادگی هست. اینجور نیست که مثلا من شما بگیم آمادگی شاهدون نداره، همین آمادگی یکیش، اما به اینها که اکتفا نمی‌کنه. طلب امام زمان، من یک روزی به خود این آقا اینجا خدمتشون هستیم و من دوستش دارم و نماینده بنده در امور پاکستان سنده، که هر وقتی که ایشون کاری داشته باشن ما در تو طلبه ها تلاش میکنیم که به خاطر امام زمان اون چی که از دست ما برمیاد انجام وظیفه بکنیم. گفتم اگر ما تونستیم در خونه خودمون، خوب دقت کنید، اون آقا ببین حواستش اینقدر خوبه که همش آماده میشه که به ظهور امام زمان نزدیک بشیم. اینقدر موبایل آدم به ظهور نزدیک. واضح بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفضل. میگن در نماز هر چقدر که به نمازی قبول میشه، در جایی که منتسب به ائمه طاهرین علیهم آلاف و تحیت و ثنا هست که لحظات عمر ما را اولا حساب نمیشه، دوما حسنه می نویسن، سوما در اینجا اگر بمیریم شهید میشویم، برای کسانی است که خودشون را وقف کردن از نظر گوش، چشم و تمام اعضا و جوارح. یعنی یک عبارت دیگه من بارها میگم که بیشتر دقت کنید، مخصوصا شما طلبه های آقای امام زمان. انسان وقتی که در پای یک منبر دینی که الان آقا نشسته بود، من اونجا نشسته بودم، من به خودم میبالیدم که الحمدلله خدا به من در یک روزی از روزهای شعبان المعظم به من توفیق داد، ناخواسته دعوت شدم. الان یه پارانتزی هم باز میکنم، نکته ای را میخوام بگم که در این جمع شما حضور پیدا بکنم و از این ثواب عظیمه و کریمه این منبرهای رسول گرامی اسلام بهره ببرم. این افتخاری بود برای بنده. فکر میکنم از یه سری کارهایی که در مسیر الله حرکت میکنم، خدا هم میگه بذار منم مزد تو را اینجور بپردازم. به بالاتر از این مزد ما نداریم. میدونید چرا؟ چون کسی که الان توی مجلس نشسته
1 ساعت اگر تو این مجلس بشینه، حالا من این ساعت که میگم 1 منبر، حالا یه منبری هست که ربع ساعت منبر میره، آخه متفففه در منبر هم داریم، متفففه در فروشندگی هم داریم، متفففه در کارگری داریم، همه جور متفففه داره. بعضی کم آخوندی خودشون و منبر خودشون میذارن و مردم اونا وای به حالشون، اونا وای به حال. ما کار به اونا نداریم. هر منبری که اینجا تشکیل میشه نامی از ائمه معصومین برده میشه و احکام دین گفته میشه و شما هم شنونده این احکام و حدود و ثغور الهی هستید و ما هم گویندش و دیگر دوستانم، اینها روز قیامت 1000 قلاده نور به گردنشون آویخته میشه. این تعبیر داره، تفسیر داره. 1000 قلاده نور، اصلا من میخوام بگم لا تحصاها، نمیتونیم این درجات مقامی و عالی و کمالی رو مطرح کنیم. یعنی خیلی درجه داره نشستن در این محافل. یه چیز دیگه بگم بیشتر حال بکنید، اونجا نعره حیدری میطلبه. نعره حیدری همه جا نیست، بعضی جاها میطلبه، خیلی عالی، بعضی ها هم بد نیست. بعضی بنده خودمون میگم، اینجا کی مکه رفته؟ هیچ. من که رفتم میان شما، پول دادم، خرج کردم، زحمت کشیدم، پدر صاحبم تو گرمو در اومده تحت فشار این عربا و عجما و ترکا و کردا و پاکستانی و افغانستانی در اومدن. یا الله گفتم خدای ما نجات برسه، برگردیم اینجا منفجر نشیم. الان هم میرم نشستم، نمیتونم بگم اون حجی که رفتم مقبول شده، پول دادم، زجی کشیدم، اما نمیتونم بگم اون حجی که رفتم قبول شده. اما با جرأت، با جسارت، با قدرت بهتون بگم خوب گوش کن. کسی که در پای مجلس امام زمان میشینه، همینی که براش سربازی میکنید، همینی که براش افتخار میکنید، پای مجلس امام حسین میشینه، پای مجلس ائمه دین میشینه، پای مجلس رسول الله میشینه. یعنی این مجلسی که الان شما تشکیل دادید، همینا نه اینکه یک علمای بیان فضلایی که سخنرانی، نه، همین مجلس. من روز قیامت میگم تحول بعد از این جلسه در شما موضوع پیدا کنه، همین مقام شما رسیدید و بس. یعنی در این حال بمیرید بدون سوال جواب وارد روز قیامت خواهید شد. هنوزم این نعره حیدری رو آنچنان که من میخوام نمیطلبید، این گوشش میطلبه. هر کسی تو این مجلس به نام امام زمان امیرالمؤمنین سید الشهدا و دیگر ائمه معصومین علیهم آلافه و سلام می نشینه، سخنان اینا را از زبان یک خطیب گوش میکنه و انشالله بنا دارد اونا رو عمل بکنه. میگه ما برای هر یک از موهای بدنش، موهای بدن دو بخشه، یکیش برای خوشگلی، یکی برای چی؟ خوشگلی نیست. خوشگلی نیست. این هم میگه بدگلی. مرد صاحب خدا گل بد نیافریده، همش خوشگلیه. اما یعنی بعضیاش معلومه، بعضیاش مجهوله، بعضیاش ساتره، بعضیا غیر ساتره. واه درست یا نه؟ چقدر ما مو داریم در بدن؟ کسی هست بهتونه بگه؟ لا تحصا. 1 دونه 2 تا 1000 تا 100,000 تا 200,000 تا اصلا نمیتونیم از قدرت ما خارجه. چه اونهایی که قابل استفاده برای تزیینه، مثل موها رو که یه بر میسین آقا زده، مثل این آقا این در دیواشش تاس میشه، این هم که دیگه خودش یواش یواش بر راه میشه. یکی پیدا کنید حاجی.
اون حالا مثلا یه تاس ماسی نداره فعلا. هر یا اونایی که زیر شلوار و زیر پوشش دیده نمیشه، همشون بلا استثناء و حتی اینا که الان دیده میشه ذراتی از این موها که الان رو دستا هست دیده میشه، چقدر نمیدونم به تعداد تمام موهای بدن اون که میبینید و لمسش میکنید و درکش میکنید حج مقبول عمرنه ها واجب براتون مینویسن. این نعره حیدریه که شما میگید اینا همش عبادته. همینی که داد میزنه نعره حیدری شما میگید یا علی، هم ایشون هم شما و هر کسی که مثل من تقلید میکنه عبادت می نویسن به برکت مولای امیر المؤمنین یبن الله. این همه برادرای من آیت الله ها، بزرگان، اساتید، مدرسین تمام عمرشون رو جمع بکنید چقدر ثواب میتونن بکنن. شما در یه حضور در این جلسه اون ثواب رو به دست میارید. آقا یواشکی بهتون بگم خیلی عجیبه، این سخن سخت سنگینه. میخوام بگم یه لحظه از این جلسات ائمه معصومین یه شب قدره. میدونید چرا؟ شب قدر یه شب تا صبح میشینیم جوشن کبیر میخونیم، یاسین میخونیم، عنکبوت میخونیم، دخان میخونیم، توسل میخونیم، نمیدونم اعمال شب قدر رو انجام میدیم، غسل میکنیم، استغفار میکنیم، چه میکنیم 80 سال عبادت میشه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. 1000 شهر یعنی 84 سال عبادت. اما شما یه حج مقبول داشته باشید چقدر به تعداد ماهای بدن این همه حسنه، این همه حج، استطاعت ها. لذا بگم اگر شب قدر کمتر نیست دروغ. خداوند انشاءالله به برکت حضرت زهرا که نام بردید از حضرت زهرا، هم به نام حضرت زهرا این جلسه شروع میشه، این توفیقات از تو نگیره. من چون غیر مترقبه اومدم اینجا، من کارای دارم که الان لنگ میفته و یه چیز دیگه بهتون بگم. من یه هدیه داشتم میخواستم ببرم توضیح بکنم خدمت دوستان. دیروز یه بخش توضیح کردم، امروزم گفتم برم برای اون جاها که تک تک اونجا فهمیدم که هیچی دست خود ما نیست، خدا باید مأمور میکنه برو فلان جا، تو هیچ کاری، من میگم چی کار کن. من وقتی که ایشون اومد گفت که تو خونه ما جلسه است، گفتم همینا رو ببریم اونجا توضیح بکنیم. بر محمد و آل محمد سلام. صلی علی محمد و آل محمد. به نوبت هر خانواده مسئولی خانواده در از اینجا پایین میره یه بسته از این گوشتارم برداره استفاده بکنه، ثوابش برسه به همین روح ائمه‌ای که نام بردید اینجا. امیرالمومنین حسین بن علی، سلامتی آقا امام زمان. من عجیب دیدم هیچی دست خود ما نیست، ولی چون امام زمانی یه امام زمانی هم بیشتر بکنیم و چند دعا بکنیم، من رفع زحمت بکنم، ولی اون که در جمع شما واقعا سیر نمیشم، چون واقعا مشتاقانه عاشقانه میبینم این کار را انجام میدید، میشینید، حضور پیدا میکنید و همین که کار سفیر امام حسین رو انجام میدید ما ممنونتون هستیم. سفیر امام حسین که بود؟ شما مسلم ابن عقیل امام حسین بود بدون شک.
بدون شک شما یه تکاتکتون مسلم ابن عقیل امام حسین اگر اون چرا که براش آمدیم عمل کنیم، روز قیامت شما مسلم ابن عقیل محشور میشید. با یقین شک نکنید، چون سفید کارش چیه؟ مسلم ابن عقیل سخن امامش رو آمد برسونه به کی؟ به امت. شما هم سخن ائمه را اینجا میاد یاد میگیرید، برای اون امت میبرید. فرق نمیکنه پاکستان افغانستان نداریم. یه نفر به من گفت که از آقا شما هر چی میخواید کمک کنید به این پاکستانی ها سیاه ها کمک میکنید. به من گفتم در قرآن ما دیدیم انما یتقبل الله من المتقین رو دیدیم، اما ندیدیم که پاکستانی را بدید، افغانستانی رو ندید، ترک بدید، نمیدونم کرد ندید و ندیدم. انما یتقبل الله من المتقین. گفتم این پاکستانی ها رو من متقی دیدم، واقعا هم عزاداریشون من دوست دارم، هم مراسماتشون با عشق رو هم جمع میشن، برای ائمه هزینه میکنن، با نداریشون هزینه میکنن. آفرین برشون. ولی من یکی پای همتون رو میبوسم، دستتون رو میبوسم و به وجود تکاتکتون افتخار میکنم. منتظران قائم دیده بره نشستم، برای دیدن گل دلاشونو شکستم. شما منتظرید دیگه. منتظران قائم با من هم نوا بشید، ثواب میبرید. از مداح یه ثواب میبره، شنونده این اصوات هم یه ثواب، اما گوینده همون ثواب ها رو به دست میاره. منتظران قائم دیده بره نشستم، برای دیدن گل دلاشونو شکستم. بیا عزیز زهرا دلای ما دوا کن، دلای منتظر را زائر کربلا کن. انشالله که به آبروی امام زمان 40 امسال اتفاق هم نه تنها نامردی نکنید، همراه خانواده. این خیلی خوشم میاد، هر کجا میره خانم میبره. خانمش نمیذاره. این بی‌وجدانم از اون ناجور خنده ها بوده، ولی خدایی به خانماتون حال بدید، نامردی نکنید. من یک چیزی که پارانتز میخواستم بگم به این دوستم گفتم کار کنید، از خونه تبلیغ دین رو شروع کنید، آثارش در چهره زن بچه هاتون دین معلوم میشه، روش، منش، دوستی، محبت، تحویل، همه چیز اینجا معلوم بشه. یعنی از اعمال اون بچه سال اینجور به دنیا بیاد و اینجور تربیت بشه طلبه، اخلاق خوب ایشون تاثیر بذاره، ایشون فحش نده، دروغ نگه، غیبت نکنه، تشترل نکنه، این میشه تبلیغ. بالاتر از این ما تبلیغ نداریم. از برخورد ایشون یه خانم محجبه متدینه متشرعه درست بشه که اون بیاد بگه که ای کاش به دخترها میگفتم همه ازدواج با طلبه میکردن، چقدر طلبه ها خوبن. این بالاترین تبلیغ. بعضی وقتی من تو خانواده ما طلبه ها پشیمان میشن یا غلطی کرد، ما میگفتیم اینا دیگه فحش نمیدن، فحش هم میدن که این تخریب. دروغ میبینه، دروغ میگه اینا که دروغ میگن که فرق است بین ما و عوام مردم. ما نباید دروغ بگیم، نباید
تهمت بزنیم، نباید چشترانی بکنیم، نباید خیانت به مال و جان و ناموس مردم بکنیم. اینی که به ما میگن سرباز امام زمان، چون خودمون رو مالیدیم به دامن اهل بیت، یعنی گناه نمی کنیم. اما اگر شدیم گناهکار دیگه فرقی با دیگران، دیگه این جایگاه ما اون جایگاه معنوی را نخواهد داشت. خواهش میکنم، تمنا میکنم تو خونه مبلغی باشید که خانواده هاتون تبلیغ دین بشه برای مردم میان چه تبلیغ دین میشه براشون. ببین چقدر حجاب داره، ماشاءالله. بچهش دیدی چقدر قشنگ راه میره، نگاه به سرش بالا نمیاره، به زن مردم نگاه نمیکنه. تبلیغ دین اینجوری. تبلیغ دین از خونه باید شروع بکنیم. چشم رو اینجا پاکسازی کنیم، گوش رو باید پاکسازی. گوش منش ما نباید غنا را گوش بکنیم، موسیقی حرام را نباید گوش بکنیم. زبان ما به غیبت و تهمت نباید باز بشه، چون یه دونه گناهی مثل غیبت باز شد، تمام اون حسناتی که گفتم تمام اعضای بدن میشه حج مقبول، با یه دونه غیبت همشون محروم میشه. خطرناک. از خونه شروع بکنه تبلیغ رو و بعد وقتی که میرید بیرون اتوماتیک وار میشید متبلور همه ارزش ها. دیگه مردم از حضور به شما، از وجود به شما آدم بشه. انشالله که خداوند ما را به این مقامی که گفتیم برسونه که از خونه شروع بکنیم تا اونجا سفیر ائمه معصومین مخصوصا امام زمان بشیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل برای فرج آقا امام زمان، رضایت مندی امیرالمومنین. برادر امیرالمومنین در حق کسی دعا بکنه دیگه کسی نمیتونه او رو گرفتار بکنه. میدونستید اینو؟ میخواید امیرالمومنین دعا بکنه، کار کنید برای امیرالمومنین که خوشحال بشه. خوشحال که شد دیگه هیچ کاری نمیشه برای شما، گرهی پیش نمیاد. و دوم سعی کنید برای امام حسین امیرالمومنین گریه کنید. گریه کردید دیگه گرفتار نمیشید. در قیامت بیمه‌اید. اشک برای امام حسین اینجوریه، دعای امیرالمومنین اینجوریه. لذا کاری بکنید. کار کردن کار نداره. امیرالمومنین گناه نکردن، فقط به احترام تو. این گریه رو کردم فقط به عشق تو، برای بچت سگه شده. همه کاراتون پوشش معنوی بدید. یا امیرالمومنین خانم میخوام ببرم حرم، فقط به عشق تو، که برن با اون فضای معنوی روحانی آشنا بشن، دینی عمل بکنن، ثوابش برسه به روح رسول الله. ببینید همه چیز را میشه معنویش کرد. یا رسول الله کتابامو برمیدارم میرم حوزه درس ها را خوب بخونم، به موقع میخوام الان بلند میشم برم که تبلیغ به موقع رفتن را برای مردم عملی آموزش بدم، مثل خود امام که وقتی وارد میشد فیضی میگفت از رفتنیم. ما وقتی ساعت اعلام میکنیم میگیم یک ساعت نیم جلوتر بگیم تا ساعت 7:30 بیان. اونم چیه سال الله میاد دهن این کاپوت ماشین باز میشه اینجوری. بعد وقتی میخواد باز میشه بس چشات دیگه قلوت میشه، اصلا نمیره جایی رو. طلبه آقا امام زمان منظم، منضبط و مرتب. برادران من اینم که ضبط میکنه دارم بهتون میگم با قدرت. من استاد حوزه را بابت 3 دقیقه تأخیر اخراج کردم. عنوان مدیر حوزه قائمیه. گفت آقا 3 دقیقه. گفتم 1.5 ساعت تأخیره. 30 نفر اینجا تو کلاس شماست، 30 تا 3 دقیقه چقدر میشه؟ 90 دقیقه. 90 دقیقه میشه 1.5 ساعت. میتونی روز قیامت جواب بدیم؟ کار ندارم. اخراج کردم و بعدم با شرایط پذیرفتم
تا بیاد اونجا تدریس بکنه. آخوندی که منضبط نباشه به درد امام زمان بگید. آخوندی که منضبط نباشه به درد امام زمان. شما با این همه انضباطی که دارید و این توجه و توسلیتی دارید بازم کمه. باید دقت کنیم. سر درس اولین نفر باشید، دست استادامون رو ببوسیم، کفش استادامون رو جفت کنیم، دری که واردش میشیم برای کلاس بوس کنیم. اینا توفیق ایجاد میکنه برای سربازمون زمان. و هر قدمی که برمیدارید براتون ذکر می‌نویسه وقتی اینجور وارد میشید. اما وقتی از خواب بلند شد بیاد، نماز قضا شده، روزا هم نداری، چشت هم اینجوری قلب میشه، باز نمیشه، کلام میفته زمین، میای فقط به خاطر اینکه اونجا شهریت قد نشه، به خاطر این غیبت نخوری، به خاطر اینکه قره استاد نشنوی، به خاطر اینکه قره مدیر حوزه را، قره فلان، قره اون چی اسمش، نه یه چیز دیگه هم هست، اونا را نداشته باشی ثواب برات نمی‌نویسن. خود تو همونجا برو خونه بخواب، کنار خانم هم بخواب که لااقل ضرر نکنه. غفر الله لنا و لکم اجمعین. برای فرج آقای امام زمان دعا کنیم دمادم غروب آفتاب. روایت داریم دعایی که اولش برای امام زمان باشه و آخرش برای امام زمان باشه، این دعاها مستجابه. ایام شعبانی هم هست. چند نفر روزه داریم اینجا؟ بگه روز ما روزه ماه رمضان که نیست که مدرسه آفرین میشه. الحمدلله رب العالمین. ختم من یجیب رو سر بدیم با هم دعا بکنیم انشاءالله با مقام هم برسیم که در این ایامی که رمضان نیست روزه بگیریم. البته روزهای ما خیلی خوبه ها، مثلا رجب و شعبان رمضان کامل روزه بگیرید. اگر یه نفر اومدین آقای روزدار رو دعوت کرد میتونه بخوره، ثواب کامل صبح تا شب هم ببره. درسته؟ من رئیسی این کار کردم از اول رجب تا الان که شعبان تا این لحظه روزه بود و ادامه میدم تا رمضان هم که دیگه دعوتی هم نمیشه دیگه بپذیریم، اما دیگه روز قیامت من با کسانی محشور میشم که روز صائمین عین الرجبیون میگم. من شعبانیان کجا میگم؟ این حرف میتونم بزنم چون برش مایه گذاشتم دیگه. ماه رمضان مجبوریم اون هر کس بگیریم مجبوریم، نگیریم بیچاره. اینجا نبید مجبور نیستیم، فقط به عشق خدا، به عشق که تهذیب نفس بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. برای فرج آقای امام زمان ها. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. برای سلامتی آقای امام زمان. اما یجیب المضطر اذا دعا. انشاءالله که سرباز امام زمان باشیم. اما یجیب المضطر اذا دعا. برای سلامتی همه سردمداران دینیمون، مثلا مقام عظمای ولایت و مرجعیت. اما یجیب المضطر اذا دعا. شادی ارواح اونهایی که شماها را تربیت کردن بفرستن برای آموزش دین. اما یجیب المضطر اذا دعا. شفای همه مریضان ایرانی و پاکستانی. اما یجیب المضطر اذا دعا. خوشبختی دختران
جوان و پسران جوانمون اما یجیب مضطر به مضطر حقیقیت یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا به آبروی این جوانان، به آبروی این عزیزانی که منتسب به امام زمانن، آبروی ما را نلیز، گناهان همه ما را بریز، فرج امام زمان را نزدیک فرما، طول عمر و صحت سلامتی به مقام عظمای ولایت مرجعیت عنایت بفرما. خدایا ما را سربازان واقعی امام زمان قرار بده، مرزای مسلمین مریضه های این جمع را شفای عاجل مرحمت بفرما، کفر و نفاق و اختناق را ریشه کن بفرما، محبت و مودت و صمیمیت را بین همه ما حاکم فرما. خدایا اونها که در خانهشون را به روی ائمه باز میکنن، خدایا دستانشون را به نامردان نااهلان محتاج نفرما. اونهایی که در این مجلس می نشینند و عزاداری میکنند و شادی میکنند، خدایا به آبروی محمد قدمهایشون را روی پل صراط مرغزان، امواتشون را غریق رحمت بفرما، برکاتشون را بر زندگی حاکم فرما. برای سلامتی آقا امام زمان، سلامتی این جمع، قبولی اعمال صلوات.